بهار آمد، چمن گلپوش آمد، دل ما بچه ها در جوش آمد. بیت مذکور را گویا تربیه گیرندگان مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 14 ناحیه سمرقند انا این خردترکان شیرینه گفته باشند که امروز نوروز عالم افروز را با خوشی و خرسندی ها و آمادگی مخصوص تجلیل نمودند. از صبحی بر وقت صحن کودکستان همچون سیلگاهی نوروزی می نمود. در یک گوشه نمایش هنرهای ملی، عرف و عادتهای قدیمی مردمی، حتی عروسک‌های خردکک با سر و لباسهای جالب و کلین سلامهای خاصی سمرقندیانه ایستاده مهمانان را پذیرایی نموده به سوی خوراک‌های ملی تکلیف می‌کردند. در این خانه ایدانه آغاز از سمنک تا هلیسه و سمبوسه و بیچک‌های علفین همه نمود خوراک‌های ملی را دیدن ممکن بود. در طرف دیگری باغ باشد، زیر سایه درختان روی قالین مخملین و سبز طبیعت ورزشکاران خرد کودکستان با سروری مربیشان برآمدهای خود را نشان می‌دادند. دورتر از آنها اعضایان محفل صنعت تصویری، رسامان خرد منظره‌های زیبای طبیعت را با احساس خاصی کودکانه در کاغذ تصویر می‌کردند. آن روز همه تربیه گیرندگان کودکستان با لباسهای ایدانه ملی در وصف بهار و عیدهای بهاری شعر و سرودهای دلنشین قرائت کردند. از دامنی دشت و دمن پیراغنی الله بما بسیدی نوروزی عجب اومد بخاری گل ودد بسیدی نوروزی عجب اومد بخاری گل ودد گفتم و بازاد رزتون نورزتون نورزتون گفتم و بازاد رزتون نورزتون نورزتون خوش گلدین نوروزم ازبکستان خوش گلدین با چیچک لاله گلدین istiqlal yüz açgan ana makonga har dillar yashnasin o'ynab kulsin. Hino hino mebandim dilbar jon va dastu po mebandim dilbar jon hino hino mebandim dilbar jon va dastu po mebandim dilbar jon agar hino kami kunad dilbar jon obaki tilo mebandim dilbar jon agar hino kami kunad dilbar jon obaki tilo mebandim dilbar jon hino hino mebandim dilbar jon va dastu po mebandim dilbar jon. انا این گوشه باغ دقت ما را به خود بیشتر جلب کرد، زیرا اینجا خردترکان با دل بیغم کودکانه گویا خوراک‌های ملی آماده می‌کردند، سمالک تیار می‌کردند، خمیر کرده نان می‌پختند، حتی نفر گهواره جنبانده زاچه خود را علگویان می‌خوابانید. در اینجا باشد تئاتر لختکی کودکستان افسانه زمرد و قیمت را نمایش می‌داد که تماشابینان خردکک با ذوق تماشایش داشتند. جهت دقت جلب کنندش آن بود که خردترکان این کودکستان با یک چند زبان شعر و سرودها آماده کرده پیشکش حاضری نمودند. صبحی دلفروز خوش خبر آمد نوروز فیروز گل بزر آمد غلغلی بسیار اندر فضا شد دامنی که هزار پر از نوا شد. نوروز geldi cümle جهان نازنن 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 çekti آفتاب düzülüp asta sakin yazın 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 çekti yaşına tabiat da şu atar lola içinde yurtum çemenim özgece perdözlenecektir. Mami, mami, you help me, you help me, you help me. I love you, mami, I love you, mami. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Navroz sabab biz bugun yig'ilishdik jamilsham Navrozni bag'ishlab bilaylik yana aytdim ko'p oyillar Navrozni kirish nasib aylasin mustaqil yurtimizdan baxshi aramasin. در این میدانچه باشد بازی‌های ملی کودکانه که امروزها روی به گوشه فراموشی نهاده است مانند چلک بازی، سفیدار و امثال اینها را تماشا کردیم. گروه از کودکان
بادبرک پرانی می‌کردند. در ناحیه سمرقند در باغچه کودکانه رقم 14 تدبیر نوروزی بسیار عجایب گذرانیده شد که در آن کودکان ما فرزندکای ما به 3 زبان شعرها قرائت کردند. حتی همین قطره عرف و عادت‌های ملی را نشان دادند تا اسممالی و هینابندی، چلک بازی و دیگر عرف و عادت‌های ملی را نشان دادند. این کودکستان رقم 14 ما هم خیلی فعال هستند که به همه تدبیرها جای اول را گرفته می‌بیایند. تربیتچیان این مؤسسه پر تجربه هستند. تجربه هاشون بسیار که تمام فرزندهای دهه ما آمده در همین جا هم تعلیم میگیرند هم تربیت میگیرند. من تمام سمرقندیان رو با این فصل بهار نوروز عالم افروز تبریک و مبارکباد میگویم. تمام خلق ما با کیفیت های نوروزانه میطلبم. در این بیرام نوروز ما نون عنعنوی طرز به بیرام تشکیل کردیم برای که مقصدم از همین عبارت بود که بچه‌های آینده نسل نوروز ملی قدریت های از یاد فراموش نکنند. از برای همون مهون هر یک فعالیتی بچه‌ها به اعتبار داده برای بچه‌ها خرسند کردن، بچه‌ها ملی قدریت های از یادشون نبرآوردن. مهون بچه‌ها به اسم مالی، هینابندی، ملی شعر و اشعار خوانی، لباس های ملی کده بچه‌های هر تمام برای فکرشون رواج کنوندن ما سعی و کوشش کردیم. از فرصت استفاده برده من همه خلقای سمرقند رو با نوروز عالم تبریک و تهنیت ها میگویم. همه وقت همه هر خاندانشان نوروز عالم بر این خوش و خرسند گردند. البته سرودهای دلنشین و رقصهای زیبای خردترکان با تدبیر عیدانه نوروزی شکوهی خاص بخشید. در آخر تدبیر با تربیتچیان فعال از جانب مأموریت کودکستان افتخارنامه ها سپاریده شد. دلربا نظر و فرخ یلداشف مخصوص برای آریان.